به نام خدا. درود بر همه شما. انتگرال dx بخش بر یک عبارت درجه دوم مثل ax2 به علاوه bx به علاوه c داده شده و ما میخوایم این انتگرال رو حساب کنیم. برای عبارت درجه دوم توی مخرج 3 حالت اتفاق میفته. حالت اول این هست که عبارت ax2 به علاوه bx به علاوه c دارای دلتای مثبت باشه، دلتای اکیداً بزرگتر از 0 و در نتیجه دارای 2 ریشه حقیقی متمایز باشه. در این حالت باید ریشه ها رو پیدا کنیم و این عبارت درجه 2 رو فرم تجزیه شدهش رو بنویسیم. مثلا فرض کنید x1 و x2 ریشه های این عبارت باشند. خب پس من میتونم ax2 به علاوه bx به علاوه c رو به این فرم بنویسم a در x منهای x1 در x منهای x2. حالا میایم کسر 1 بخش بر ax2 به علاوه bx به علاوه c رو که حالا شده 1 بخش بر a در x منهای x1 در x منهای x2. اینو میایم تجزیهش میکنیم به کمک قضیه تجزیه کسر. از یک عام فاکتور میگیرم و کسر 1 بخش بر x منهای x1 در x منهای x2 رو به صورت مجموع 2 کسر دیگه می نویسم با مخرج های x منهای x1 و x منهای x2. بنا به قضیه تجزیه کسرها در صورت هر یک از این 2 کسر 2 عدد حقیقی a و b قرار می گیره که روش پیدا کردن a و b رو قبلا براتون گفتم و حالا بنابراین انتگرال مورد نظر که اسمشو میگذارم i برابر میشه با 1 آم انتگرال a بخش بر x منهای x1 به علاوه b بخش بر x منهای x2 حتما تو پرانتز قرار میدیم dx. و بنا به خاصیت خطی انتگرال اول رو میشه نوشت a در انتگرال dx بخش بر x منهای x1 به علاوه b در انتگرال dx بخش بر x منهای x2. خب همتون خوب میتونید که انتگرال اول میشه ln قدر مطلق x منهای x1 و انتگرال دوم هم میشه ln قدر مطلق x منهای x2 و چون این انتگرال نامعین هست باید یک ثابت c هم ازش بیاد بیرون. پس این حالتی بود که عبارت درجه دوم ما 2 ریشه حقیقی متمایز داشته باشه. حالت دوم اینه که دلتای این عبارت درجه دوم 0 باشه و عبارت ax2 به علاوه bx به علاوه c دارای ریشه مضاعف مثلا فرض کنید x0 باشه. در این صورت
این عبارت درجه دوم رو میشه به این فرم نوشت: آ در x منهای x صفر به توان 2. در نتیجه انتگرال ما برابر میشه با انتگرال dx بخش بر آ در x منهای x صفر به توان 2 که به خاطر خاصیت خطی انتگرال یک آ میاد بیرون و انتگرال dx بخش بر x منهای x صفر به توان 2 رو هم با یک تغییر متغیر ساده x منهای x صفر مساوی با u که نتیجه میده dx برابر است با du میتونیم بنویسیم یک آوم انتگرال du بخش بر u به توان 2 یا u به توان منهای 2 du در زیر انتگرال که اینم برابر میشه با u به توان منهای 2 به علاوه 1 بخش بر منهای 2 به علاوه 1 به علاوه c. یعنی حاصل برابر میشه با منهای 1 بخش بر آ ضرب در u که به جای u هم x منهای x صفر رو قرار میدیم به علاوه c. حالا میرسیم به حالت سوم. حالت سوم این هست که این عبارت درجه دوم دلتای کوچکتر اکید از صفر داشته باشه، یا به عبارتی عبارت ax2 به علاوه bx به علاوه c ریشه حقیقی نداشته باشد. در این صورت باید یک مربع کامل در این عبارت ایجاد کنیم. برای اینکه این حالت رو خوب یاد بگیرید من یک مثال میزنم و با یک مثال حالت سوم رو توضیح میدم. مثلا فرض کنید ما میخوایم انتگرال dx بخش بر x2 به علاوه 2x به علاوه 2 رو حساب کنیم و اگر بیایم دلتای مخرج این کسر رو به دست بیاریم خواهید دید که دلتا منفی میشه. پس این عبارت درجه دوم ریشه حقیقی نداره. بنابراین میام یک مربع کامل در مخرج ایجاد میکنم. خب واضحه که من اگر بیام 2 رو به شکل 1 به علاوه 1 بنویسم این سه جمله اول با هم x به علاوه 1 به توان 2 هست، به علاوه 1 هم سر جاش. میایم x به علاوه 1 رو قرار میدیم تانژانت تتا. بنابراین dx میشه 1 به علاوه تانژانت 2 تتا دی تتا. حالا با این تغییر متغیر انتگرالمون تبدیل میشه به انتگرال 1 به علاوه تانژانت به توان 2 تتا دی تتا بخش بر تانژانت به توان 2 تتا به علاوه 1. یعنی به جای x به علاوه 1 تانژانت تتا گذاشتم که چون این به توان 2 میشه تانژانت به توان 2 تتا به علاوه 1 هم سر جاش. حالا صورت و مخرج با هم ساده میشن و انتگرال دی تتا هم برابر است با تتا به علاوه سی. تتا هم میشه تانژانت معکوس x به علاوه 1 به علاوه سی.
جواب این انتگرال به دست میاد. پس الان یاد گرفتیم که در هر حالت چنین انتگرالی رو چگونه حل کنیم. حالا یه نکته، فرض کنید که من همین انتگرال رو داشته باشم و این عبارت درجه دوم توی مخرج زیر یک رادیکال قرار بگیره. مثلا اینجا داشته باشم رادیکال x2 به علاوه 2x به علاوه 1، پس همه اینا زیر رادیکالن. باز هم همین تغییر متغیر x به علاوه 1 مساوی با تانژانت تتا مسئله ما رو حل خواهد کرد. چطوری؟ از اینجا به بعد این کار رو باید انجام بدیم. صورت و مخرج رو که با هم ساده کنیم، در صورت یک رادیکال تانژانت به توان 2 تتا به علاوه 1 باقی میمونه و ما میدونیم که 1 به علاوه تانژانت به توان 2 تتا هست سکانت 2 تتا یا 1 روی کوسینوس به توان 2 تتا. پس رادیکال 1 به علاوه تانژانت 2 میشه رادیکال سکانت 2 تتا که میشه سکانت تتا دی تتا و من قبلا این انتگرال رو براتون حل کردم و دیدیم که انتگرال سکانت تتا میشه ln قدر مطلق سکانت تتا به علاوه تانژانت تتا به علاوه سی. حالا ما تانژانت تتا رو داریم، هست x به علاوه 1. سکانت تتا رو با استفاده از همین فرمولی که این بالا براتون نوشتم پیدا میکنیم. چطوری؟ به این صورت که سکانت تتا هست رادیکال 1 به علاوه تانژانت 2 تتا، پس میشه رادیکال 1 به علاوه x به علاوه 1 به توان 2. با قرار دادن سکانت تتا و تانژانت تتا بر حسب x جواب انتگرالمون به دست میاد که این کار رو شما خودتون خواهید کرد. تا درسی دیگر، خدا نگهدار شما.